آروم بده خوراکم گل بده حتی همه امیر گل واقعا بده دیگه خرد. ببخشی علی آقا من خب داداش بده. ببین خوراکم دست فرمونه. نگاه به من یه دل ببین خوراکم دست فرمونه. چقدر خوب داریم میریم ولی به داداش نسبت اولی بده. ریدی خب ببین من یه دونه رو جلوت میترکونم که راحت بریم. لعنت گوزو بابا در کردی اوه آجی چقدر سخت شد. داداش من درایوینگم یکه. سلام تایگور، خیلی مخلصم. من علیکم صبح خیلی خوش اومدید به یکی از عجیب‌ترین بازی‌های فشاری. امروز دو نفر از دیوونه خونه فرار کردن و قراره یه ماشین لعنتی رو از یه مسیر تخیلی رد کنن و اون دو نفر کسی نیست جز من و امین. خب رفقای گل، این دوتا دیوونه که این رضای دخترم خواهد متگل میبله کنم. این دوتا کچل هیکلی که میبینید ایشون منم، ایشون امیره. امیر آقا از قدیم دوست داشته همچین ماشینی داشته باشه، عشق پاژنطوری داره. امیر آقا وقت نگاه ببند. این ماشینی که خریده خرابه و من باید توی راه احمقانه برسونیمش به تعمیر کنم. خب رفقایون خیلی خوش اومدید. اینجایی که میبینید از تپه‌های برامی بچه کجایی یه ماشین امیر بابا ماشین کسا بعد داستان از چقدره آقا یه نفر ولی هیکلای ترچه که سرحالی داریم آقا. آره فقط کچلی دیگه کچلی آقا یه نفر باید ماشینو برونه که خیلی کار سخته. 5 روز یوبسم قیافه نگاه به یوبوست دارم. آره جمع شدی داخل. آقا یه کوچول بدی چپ ماشین میره واسه خودش پرواز میکنه. یه نفرم باید هماهنگ کنه. آقا هر کی بد کار کرد جابجا میکنیم. اوکیه فقط یه چیزی مواظب باش بچه‌ها. ما یه مسیری اومدیم به عنوان آموزشی، اینو اگه گند نزنیم به چک پوینت نرسیم همه رو آروم باش. ببین آروم بده خوراکم گل بده حتی امیر واقعا دیگه خرد. ببخشی علی آقا من آقا امیر خیلی دوست داره دل از اینا بگیره. حالت پاژن هست. پاژن چون باباش هم تو کار اسکیه. امیرم میخواد نگو بد بود. تو کار چون نون نخوردی امیر میافتی به خدا میافتی میری داداش من یه چک پوینت بگیری بعد هوله یکی علی داداش من درایوینگم یکه.